سلام، رضا هستم. 48 سالمه، از استان قزوین، شهرستان بوین زهرا. خیلی دوست داشتم واسه کار به تهران بیام، چون اکثرا دوستا و فامیلامون به تهران رفته بودن و بیشتر کسایی که توی دهات یا همون شهرستان مونده بودن پیرمردها و پیرزنهایی بودن که از قبل اونجا زندگی میکردن، یا کسایی که خیلی قبل به تهران رفته بودن و اونجا زندگی کردن، ولی وقتی سن و سالشون زیاد شده برگشته بودن به شهرستان. راستش نه اینکه از اینجا متنفر باشم، ولی دوست داشتم بیام تهران، چون زندگی داخل تهران خیلی برام لذت داشت. البته برای من، آخه شهرستان واسه کسایی خوبه که هر چند وقت هفته یک بار میان تفریح میکنن و میرن، ولی واسه کسایی که دائما اونجا زندگی میکنن هیچ لذتی نداره و تکراری میشه. یکی از بستگان من با من تماس گرفت و گفت اگه میخوای بیای تهران الان وقتشه، چون واسط کار پیدا کردم. منم که فرصت و غنیمت میدونستم و با خانواده خداحافظی کردم و بارو بندیلم و جمع کردم و راهی تهران شدم. رسیدم آزادی. تماس گرفتم به عزیز هم دوستمون بود هم فامیلمون بود. گفتم رسیدم آزادی. گفتش سوار مترو شو بیا قلهک. رفتم سوار مترو قلهک شدم و رسیدم همون جایی که گفته بود. خلاصه عزیز اومد دنبالم. عزیز پسر خاله مادرم بود. خیلی آدم خوب و محترمی بود و شغلش نگهبانی بود و از ویلاهایی که داخلش زندگی میکرد مراقبت میکرد. عزیز به هم گفت رضا جان، کارت زیاد سخت نیست. جایی که میخوای بری یه ویلای خیلی شیک و تر و تمیزه. فقط اونجا به درخت‌ها و گل و گیاها آب میدی و به پرنده ها رسیدگی میکنی. داخل ویلا رو تمیز میکنی و صاحب کارتم آدم خوبیه. از مردم محترم ارمنه هست که در ماه 3 یا 4 دفعه با خانواده میان اونجا، خودشونم تجریش زندگی میکنن. عزیز به هم گفت رضا جان، اگر از دستت بر میاد رضا میتونم بهت اعتماد کنم، یه وقت منو پیش طرف خراب نکنی ها، چون صاحبکارت پسر عموی صاحبکار منه. منم بهش گفتم نه داداش، خیالت راحت باشه، کاری میکنم هر روز بهت زنگ بزنه ازم تعریف کنه. عزیزم خندید. خلاصه اون شب صبح شد. قرار شد برم کارو ببینم و با آقای کاسپار که قرار بود صاحب کارم بشه آشنا بشم. ویلایی که قرار بود اونجا کار کنم 3 تا کوچه فاصله داشت. رسیدیم جلوی در. زنگ آیفون رو زدیم و که یه صدای زنونه گفت بله. عزیز گفت خانوم، عزیز هستم، قرار بود واسه تو نگهبان بیارم. گفت بله بفرمایید. در رو باز کرد. وارد ویلا شدیم. قند توی دلم آب شد. خدایا چقدر قشنگ اینجا. یه ویلای بزرگ و سرسبز با تمام امکانات تفریحی. استخر، سونا. اصلا تا در باز شد یه حس خیلی خوبی بهم دست داد. رفتیم داخل ویلا. خیلی قشنگتر از بیرون بود. با چه سلیقه‌ای تزیین شده بود. لوسترای بزرگ، مجسمه های گلادیاتور. چرا بخوام دروغ بگم، تو کل عمرم اولین باری بود که همچین جایی می دیدم. آقای کاسپار با خانواده‌ش اومدن. یه خانواده 5 نفره با 2 تا دختر و 1 پسر. عزیز گفت آقا من به قولم عمل کردم. واسه‌تون یکی از بهترین دوستامو که فامیلمونه، بچه سالم و با ادبی و از همه مهمتر بچه چشم و دل پاکی است آوردم براتون. من دیگه میرم، چون نگهبانم و مسئولیت گردنمه. اگه اجازه میدید من رفع زحمت کنم، شما رو با رضا جان تنها میذارم. آقا گفت دست درد نکنه، ارزی نیست. آقای کاسپار بهم گفت رضا جان خوش اومدی، چند سالته؟ از کجا میایی؟ کارت چی بوده؟ مجردی یا متأهل؟
میشه بهت اعتماد کرد؟ زندگیمو دستت بسپرم پسرم؟ شما میتونی همینجا زندگی کنی، همه چیزم گردن ما، از خوراکی بگیر تا لباسات، فقط باید مراقب اینجا باشی. منم همه رو جواب دادم و با دل قرص گفتم آقا خیالتون راحت. گفت شرایطو میدونی؟ گفتم بله قربان. گفت به زندگی ما خوش اومدی. همه جا رو بهم نشون داد، اتاقمو نشون داد. گفت ما دیگه باید بریم، شما اینجا تنهایی و ما هر موقع بخوایم بیاییم یک روز قبلش بهت خبر میدیم. و خداحافظی کردن و رفتن. چند روزی سپری شد و کار من شده بود به درخت‌ها و گل‌ها آب دادن، ویلا رو تمیز کردن و به پرنده ها دون دادن و غذای سگا رو دادن. روزا به سرعت باد سپری می شد تا روز 8 ساعت 9 شب بود. داشتم غذا درست می کردم. داخل آشپزخونه بودم که از پنجره بیرون رو نگاه کردم. دیدم یه آدم قد کوتاه که قدش 80 سانت می شد، با موهای قرمز و ژولیده و رکابی تنش بود و یه شلوارک. از انبار ویلا اومد بیرون، رفت بین گلها و نشست. به یه گوشه خیره شد. منم که تا این صحنه رو دیدم خشکم زد و فقط نگاه می کردم. چند دقیقه میخکوب شده بودم. چند دقیقه فقط بهش نگاه می کردم و یه شوکی بهم وارد شده بود که اصلا نمیتونستم تکون بخورم. که دوباره در انبار باز شد و 3 نفر دیگه اومدن بیرون که یه زن و 2 بچه بودن. زنه یه لباس زرتنش بود، اونم موهای قرمزی داشت و یه روسری سرش بود و هم قد مرده بود. اون 2 بچه ها هم یکیشون لباس قرمز تنش بود، اون یکی هم سرمه‌ای. داشتن با هم دیگه حرف می زدن. بچه ها بازی می کردن. اصلا انگار متوجه من نبودن که یهو زنگ در ویلا رو زدن. باور کنید دیدید لامپو خاموش یا روشن می کنید چطوری میشه به یه پلک به هم زدن یهو غیب شدن. منم یهو با شنیدن صدای زنگ یه تکونی خوردم و نمیدونستم چی دیدم، چی شده، اونا کی بودن. همینجوری داشتم فکر میکردم، اصلا حواسم به در نبود. گیج و مات و مبهوت شده بودم. یه نفرم هی داشت زنگ در رو میزد که یهو دیدم گوشیم زنگ خورد. دیدم عزیزه. گفت بابا یه رو پشت در منتظرم، دارم در میزنم، در رو باز کن دیگه. من به دروغ گفتم ببخشید همون بودم، متوجه نشدم. گفتش صاحب کارم اومده با خانوادش شب میمونن. منم گفتم بیام اینجا پیشت که تنها نباشی. منم خوشحال شدم، گفتم بیا خوش اومدی، الان در رو باز میکنم. اومد داخل، احوال پرسی کرد و گفت چته؟ چرا به هم ریختی؟ نکنه ناراحت شدی من اومدم؟ گفتم نه بابا خستم، خیلی هم خوش اومدی. شام آماده کردم و خوردیم، ولی هرچی فکر میکردم که من یک چیزی رو دیدم به عزیز بگم هیچی یادم نمی اومد. احساس سبکی توی سرم میکردم، انگار هیچی یادم نمی اومد. انگار که کسی نیم ساعت پیشو از ذهن من پاک کرده بود. تا صبح بیدار بودیم، قلیون میکشیدیم، میوه میخوردیم. یه خورده کنیاک و شراب عزیز با خودش آورده بود و دلتون نخواد به سلامتی در و دیوار خوردیم. عزیزم از افراد دهاتمون میپرسید همه خوب بودن؟ به خانوادت زنگ میزنی خبرداری ازشون؟ از فلانی و فلان کس چه خبر؟ فلانی عروسی نکرد؟ اینقدر سوال میکرد که من ذهنم یاری نمیکرد که چی میخواستم بهش بگم، ولی چشمم به در انبار بود، ذهنم به حرفای عزیز. ساعت 7 صبح شد، ما هم که بیکار، چون میدونستیم هیچ کاری نداریم میگیریم میخوابیم تا شب. تا پا شدم جامونو پهن کنم که بخوابیم، گوشی عزیز زنگ خورد. گفت بله چشم الان میام. گفت ببخشید من باید برم خرید، اگه امشبم اونا بمونن
من میام پیشت اگه ناراحت نمیشی. گفتم نه بابا، هر موقع میای بیا، من منتظرم. عزیز رفت و منم وسایلا رو جمع کردم و خوابیدم. خواب میدیدم من داخل ویلام، همش صدای حرف زدن میاد، انگار تعدادی آدم دور بر من هستن ولی معلوم نمیشن. با یه زبونی حرف میزدن که من متوجه نمیشدم. حرف زدنشون مثل هندیا بود و پاکستانیا که یهو وسط پیشونیم درد گرفت. یک نور سفیدی میدیدم، انگار از وسط پیشونیم داشتم میدیدمشون. بله، کلی آدم کوچوله میدیدم با لباسای رنگارنگ. بعضیاشونم سم و دم داشتن، بعضیاشون پاهاشون و دستاشون گرد بود، یه عده‌شون شوخ‌طبع و یه عده‌شونم سرسنگین و اخمو بودن. زناشون مثل خودشون بودن ولی زنا و دختراشون خیلی خوش قیافه تر بودن. همینجوری که داشتم نگاهشون میکردم یهو گوشم درد گرفت، چنان دردی گرفت که انگار یه جت جنگی از کنار من رد شده بود. بیدار شدم، سرم خیلی داشت درد میکرد، منفجر میشد، بین ابروهام درد میکرد، احساس خستگی میکردم. جاها رو جمع کردم و از درد کوفتگی بدنم رفتم داخل حموم. در حال دوش گرفتم بودم. زیر دوش چشامو بستم که آب گرم بخوره به وسط پیشونیم، چون خیلی درد میکرد. که دیدم یه چیزی خورد بهم. سری چشمامو باز کردم، دیدم همون زنه داره بهم نگاه میکنه. این سری دیگه کامل دیدمش، ولی زشت نبود، قیافه تو دلبرویی داشت. یه زن 80 سانتی، یه خورده توپل و سفید، با چشمای کشیده و موهای قرمز و با لباس زرد. یه لبخند زد و از حموم رفت بیرون. من نترسیدم ولی انگار سینه چپم تیر کشید. حالت نفس تنگی داشتم و انگار که دست و پامو گم کرده بودم. یه لرزی افتاد توی بدنم و حوله رو پیچیدم دور خودم و اومدم بیرون. نشستم روی مبل، به خودم گفتم نکنه دیشب زیاد مشروب خوردم فاز بد گرفتم. بعدش گفتم اون که دیشب خوردی، قبلش که عزیز نیومده بود چی؟ اون موقع که چیزی نخورده بودی که اونا رو دیدی توی حیات. اگه توهمه چرا دائما داره تکرار میشه؟ همونایی که از انبار اومدن بیرون توی خوابم هم دیدمشون. دقیقاً همون زنم توی حمومم دیدم. بعد کلی حرف زدم با خودم، لباسامو تنم کردم و رفتم داخل حیات که اگه بلای سرم بیارن چی؟ ولی یه دلم میگفت نترس، اگه قرار بود اذیتت کنن توی این 8 روز کارتو میساختن. خودتونو بذاری جای من، بعد میفهمید چی میگم. یه بسم الله گفتم و شروع کردم به کار. مثل همیشه همه جا رو جارو زدم و دور استخر رو تمیز کردم و به قناری و مرغ عشقها دون دادم. آبشون رو عوض کردم و به خودم گفتم اگر این بار ببینمشون نمیترسم، باشون حرف میزنم. خلاصه سرگرم کار بودم که یه چیزی مثل یه نخ قرمز بین گلها دیدم. نشستم نخو گرفتم، خواستم نخو بکشم که یه نفر گفت نکش. تا صدا رو شنیدم یه شوکی به هم وارد شد. دست و پامو گم کردم. آروم آروم سرم آوردم بالا، جلومو نگاه کردم و دیدم یه دختر بچه با لباسای گلگلی قرمز که تا مچ پاش بود، موهای زردی داشت که چتری روی پیشونیش بود، با یه چشای آبی و یه لبخند ریزی به هم زد. گفتش اون نخو نکش، اگر بکشی لباسم نخکش میشه. منم به حالت تسلیم دستامو بردم بالا، گفتم چشم. خندید و گفت تو نگهبان جدیدی؟ گفتم بله، شما کی هستین؟ خندید و گفت یعنی تو نمیدونی؟ گفتم نه. گفتش داری دروغ میگی، فهمیدی، ولی چون اینقدر راجع به ماها بهتون چیزای عجیب غریب گفتن الان میترسی که بگی.
نمیدونم چرا تا گفت جن یهو ترس کل وجودمو گرفت. دوباره سینه چپم درد گرفت و نفسم سنگین شد. گفت نترس، ما کاری باهات نداریم. تا گفتش نترس لرزم بیشتر شد. دستمو گذاشتم روی سینم تا که دید حالم بده غیب شد. چند لحظه توی همون حالت گیج و منگی و نفس تنگی بودم. نشستم روی زمین و نفسای عمیقی کشیدم. خیلی آروم صدای فشار انرژی اطرافمو میشنیدم. یه بوی خاصی دور ورمو احاطه کرده بود که یهو گوشم سود کشید. چند بار گوشم وزوز شد. گفتش نترس، ما کاری باهات نداریم. صدا تمام شد و انگار که هیچ انرژی نداشتم. روی چمن و داخل حیاط ویلا دراز کشیدم و فکرم مشغول بود. به خودم گفتم نترس، این بار دیدمش باش حرف میزنم. که دوباره صدای دختره رو شنیدم. گفتش حالت خوبه؟ بلند شدم و گفتم بله حالم بهتره. گفتم شما اینجایید؟ گفتش آره، تو خانواده منو دیدی اون روز پشت پنجره. ما میدونستیم داری نگامون میکنی، ولی چون تو آدم خوبی بودی، چون ما درون انسانا رو میبینیم، از همه چی آگاهیم. پدرم گفتش بذار ببینه، ترسش بریزه. ما یه قبیله از جنها هستیم که جاهای سرسبز زندگی میکنیم، چون که ما هم خوب داریم هم بد داریم. خوبامون با انسانهای خوب و با تقوا دوست میشن و بدامون با انسانهای بد و بدنیت. اینجا جای ماست و هیچ موجود بدی نمیتونه وارد اینجا بشه مگر اینکه از ما قوی تر باشه و ما رو از اینجا بیرون کنه و ما تا جایی که بتونیم از اینجا مراقبت میکنیم. به هم گفت تو آمادگی نداری ما رو ببینی، تا میبینی انرژی تموم میشه، احساس خستگی میکنی. ما انقدر انرژیمونو میاریم پایین تا قابل رویت بشیم و یعنی خود ما باعث شدیم که ما رو ببینی. اگه نمیترسی خانوادمو ببینی بگم بیان. گفتم نه بگو بیان. اول یه مرد اومد، خیلی اخمو با دست و پای گرد. سلام کردم و گفت سلام، چیه بازم میخوای از حال بری؟ خندید و گفت به اینجا خوش اومدی فرزند آدم. بعد مادر اومد، همون زنی که توی هموم دیده بودمش. ازش خجالت میکشیدم به خاطر اینکه منو بدون لباس دیده بود. با یه لبخند ریزی گفت سلام. گفتم سلام خانوم. گفت چیه؟ چرا زل زدی به من؟ نکنه زشتم؟ گفتم نه خانوم اشتباه میکنید. که یهو پسر بچه اومد. خدایا چقدر اینا زیبا بودن. تا خواستم بگم اسم من رضا هست، اون مرد گفت نمیخواد چیزی بگی، ما همه چیزو میدونیم. تو کی هستی؟ فرزند کیایی؟ چند نفری و چند سال تو؟ از کجا اومدی؟ باورم نمیشد که اونا انقدر میدونن. گفتم چطور ممکنه؟ گفت این چیزا جزو قدرت ماست، از خیلی چیزا با خبریم، حس و فکر انسانا رو میخونیم.